طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مظفر محمودزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. محمودزاده را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام شکنجه و بازداشت خودسرانه دستگیر کردند. افسر میلیسا که ظاهراً رتبه بلندی داشته است اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او را به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر دادند. دادگاه ناحیه سینا ماه ینور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده و امر داده است که 112,000 سامانه جریمه و یا جبران پردازد، ولی نمایندگان دادستانی کل جزا را سبک خوانده به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. نمایندگان دادستانی کل 10 آگوست در نشست خبری قضیه را چنین شرح دادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بعد این ناراضگی دادستانی، دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینا را بیکار کرده پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستاده است. در دادگاه ناحیه فردوسی به رادیوی آزادی تصدیق کردند که مظفر محمودزاده به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانسته شد و او را به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. مرافع افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. نمایندگان وزارت کارهای داخلی 7 آگوست در نشست خبری از این قضیه بخبری کردند. معین کرده که سود دیده است فرزندی والا مقامات کارهای داخلی بوده. هم نامش معین نکرده یک بار کیه دیگه فرزندی کی است کی میدونه تفت شد من نام شنیدم اینا. آخه گفتیستم که ما تفت شد میدونه شخصیت این کسی. این اکنون شنیده این مسئله خدمت. هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود جنایت است. تاجیکستان با سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بجزایی در تاجیکستان گفت در نیمه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف مثل سال‌های گذشته اکثر شکایت‌ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی است. مولا رجب یوسفی امیری صایف، آزادی، دوشنبه.